شما از پس پول میدوید یا پول از پس شما میدود؟ روزی گربچه با دوم خود بازی میکرد. دور میزد میخواست دوم خود را بقپد، اما گرچند سرعت خود را تیز میکنم از من دورتر میشود. در این حالت گربه کلانی از بالا نظارت میکرد گربچه را. گفت هی نکن، نمیشود، ما کردیم نشد. گربچه گوش کرد و از پس کار خود رفت، اما نگاه کرد که دوم از پسش آماده ایستاده است. اگر از پس پول دویدی همون قدر پول از تو دور می شود. اگر کارت را دوست داشتی با محبت کار کردی پول از پسی تو میاد. بهترین. هر کس در زندگی غیر از کسب خود باز یک شغلی دوست داشته دارد، خواب میبینه، چیزی دیگر. فارغ از کار یا که خوابی شما باز به کدام سمت ها هست؟ البته شغلی دوست داشته من ورزش است. به همین خاطر من در خانه خود یک تالاری ورزشی خورده کردم. چند سال است که با ورزش مشغول هستی؟ خیلی وقت من از خودی ورزش را نمی‌کنم. بیشتر به کدام نمودی ورزش؟ از همه من گشتگی ترجیحات. تعریف نشد. سنجیده ببینیم. راستی به دوامی صحبت رو در تالار ورزشی می رویم. در همین خانه است؟ در همین خانه هم هست، لیکن در حولی بزرگتر است. بید خوبترش اینجا یک جا نشسته صحبت کردن هم موزیک میشه هم تماشابین ها صحبت کنن تا تالار می رویم. خوب هم فکرمان پریشان می شود. رفتیم. بخشش من لباس ها معلوش کنم. خوب ما پایان انتظار میشه. راستی سوالی که برای اکثر تماشابینان عجیب است و انتظارش هستند، میگن که عبدالرحیم چند ماشین دارد، چگونه ماشین دارد و برای چی اینقدر ماشین؟ من راستی خواهش کردم